خب نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل ها و پیام های شما عزیزان. قبل از هر چیز اجازه میخوام که از طرف همه دست‌اندرکارهای پیکشادی تشکر کنم از هموطنان عزیزی که در پیام های خودشون با اشاره به کهکشان همیاری ما رو مورد لطف خودشون قرار دادن و خیلی شرمنده کردن. روزهای برگزاری برنامه همیاری که یکی از هموطنانمون با بیانی بسیار زیبا گفتن که یک رژه شکوهمند میهنی بود برای نمایش اقتدار ملتی که میخواد به هر قیمتی استبداد مذهبی رو سرنگون بکنه و آزادی رو بیاره به ایران. در واقع روزهای تجدید عهد بود برای همه ما که با هر چه که در توان داریم تلاش بکنیم که شایستگی محبت‌ها و اعتماد شما رو کسب بکنیم. دوست گرامی پاتریس جملات بسیار قشنگی که فرستاده بودید دستمون رسید، خیلی ممنون. فریبرز ممتحن و حمزه آذرک مثل همیشه یار و پشتیبان ما بودید، به خصوص با ارسال مطالبی که مورد استفاده دکتر بزن بهادر قرار میگیره. علی خانیان عزیز ایمیل پرمحبتت رو دریافت کردیم، برای آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. محسن منزوی کاریکاتورهای جالب به دستمون رسید. دوست گرامی پوران محمدی ممنون بابت مقاله افشاگرانه‌تون، اون رو به قسمت مربوطه رسوندیم. ابوالفضل اخباری عکسای جالبی رو برامون فرستاده، شاید دو برخورد متفاوت با دنیای مجازی. اولی که نیاز به توضیح نداره، دومی هم اقدام رژیم هست در یک نمایشگاه که در سنگسار نماد فیسبوک خودش رو نشون میده. بهروز ریاضی و مهدی عباسی ممنون بابت تصاویر و انیمیشن ارسالی. مهدی عزیز چه خوب گفته بودی که با پخش انیمیشن شادی رو با همیهنامون تقسیم بکنیم. همونجا که قبلا این انیمیشن رو پخش کردیم اجازه بده که تکرارش نکنیم و منتظر کارهای بعدی ارسالیت باشیم. امین از کرج کاریکاتورهای قشنگ به دستمون رسید، حتما به شکل مناسب ازشون استفاده خواهیم کرد. چقدر خوب نوشته بودی که از قلمت و هنرت به عنوان یک سلاح برای مبارزه با این رژیم کثیف استفاده خواهی کرد. حرف اصلی هم همینه که به قول خودت یک لحظه آروم نباید نشست.